ایشون میگه که با استفاده از متر میشه دستبند درست کرد. فکر نکنم، ولی بریم درست تستش. متر میاریم و همونجور که ایشون توضیحات اینجوری یه سرشو در میاریم و از این ورم که یه سرشو در میاریم. بعد اینجوریش میکنیم و میذاریم پشت دسته. نمیشه با متر دستبند درست کرد و چون که این جوری طراحی شده که خم نشه و اگه خم شد صاف شه.